سلام، تیستر بوی هستم با آموزش شیرموز بدون مخلوط کن. در ابتدا 2 عدد موز فول پیچ شده که 1 ساعت داخل فریزر بوده رو پوستش رو جدا کنید. حلقه حلقه کنید. بریزید داخل لیوان یا شیکرتون. به وسیله مادلر، گوشکوب و یا چنگال خوب بکوبیدش. به این حالت که در اومد 200 گرم بستنی وانیل رو بهش اضافه کنید. دوباره شروع کنید به کوبیدن. تو این مرحله نوبت اضافه کردن نصف لیوان شیر پرچربه. اونو بهش اضافه کنید. 1 قاشق غذاخوری خامه بهش اضافه کنید. در شیکرتون یا لیوانتون رو ببندید و خوب تکونش بدید تا موادتون کاملا یک دست بشه. شیرموز ما آماده است. غلظت رو ببین فقط، تو رو خدا. مغز گردورم که بریز، کنجت فراموش نشه. تقدیم به شما، نوش